این طرح تانک لئوناردو داوینچی مربوط به بیش از 500 سال پیش است. در بیرون آن 32 توپکار گذاشته شده بود که ظاهرش را شبیه یک توده کاه بزرگ پر از آتشبار نشان میداد. در داخل 4 چرخ عظیم وجود داشت که سربازان باید با چرخاندن دسته‌ها آن را به حرکت در می‌آوردند. اما مشکل اینجاست. بر اساس نقاشی‌های خود داوینچی، چرخ‌های جلو و عقب در جهت مخالف هم می‌چرخیدند که هیچ منطقی ندارد. تنها راه حل این بود که دسته‌ها از هم جدا شوند تا هر چرخ بتواند مستقل بچرخد. ولی ایرادش این بود که باید 4 سرباز همزمان با سرعت کاملا برابر دسته‌ها را میچرخاندند، وگرنه کل ماشین روی زمین لیز می‌خورد. حتی اگر این مشکل حل می‌شد، وزن تانک حدود 10 تن بود و چون طراحی آن تقریباً کاملا بسته بود، روشنایی داخل با آتش تامین می‌شد که وقتی تمام بدن از چوب ساخته شده بود، خودش یک خطر بزرگ به حساب می‌آمد. به همین دلیل تانک داوینچی یکی از شگفت انگیزترین ادوات جنگی زمان خودش بود و طرح‌های او در همانجا متوقف نشد و ایده‌های بسیار زیاد دیگری هم ارائه داد.